حلالم کن. خدایا روسیا هم نکن. به تو پناه آوردم، به تو اعتماد کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ببخشید بابت نوشته‌ای که پشت شیشه زدین اومدم، یعنی برای کار. بله، به یه فروشنده نیاز داریم. تجربه دارین؟ نه، ولی زود یاد میگیرم. خیلی به کار احتیاج دارم برادر. به هر حال حداقل حقوقتون رو مشخص کنین. کارت شناسایی و برگه عدم سوء پیشینه همراهتون هست؟ من سابقه دارم. سابقه چی داری؟ دزدی. خداحافظ. نه برادر، غیر ممکنه. رؤسای من خیلی به این مسئله حساسن. نمیتونم براشون توجیه کنم که یه دزد استخدام کردم. معذرت. من دیگه مثل سابق نیستم. خیلی عوض شدم. دیگه دزدی نمی‌کنم. نه برادر، نه، معذرت میخوام. باشه، تشکر. اونی رو که برداشتی پس بده. کی هستی؟ اونی رو که برداشتی پس بده. کی هستی؟ سرکار. سرکار. بله. فکر میکنم کیف شماست که افتاده. ممنونم. کی بود؟ کی بود؟ کی بود؟ کی؟ باید بیا فوتبال بازی کنی. کار دارم افه بعدن. بیا دیگه بیا. افه چی کار میکنی؟ تونجای مرد. خوش اومدین. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. چی میل دارین جناب کمیسر؟ یه سرویس کامل واسه این میز. اول نوشیدنی. شرمنده اون نکن، زود بش فقط. چشم جناب کمیسر. قربانت. ببینم کمیسر دیگه کیه؟ از یه پلیس کف رفتم. صداشو در نهری بزن. جرمش خیلی زیاده. چیزی نمیشه که. میگم گم کرده بود، منم پیداش کردم مگه نه. کارت شناسایی رو که دزدیده بودم اون شب تو رستوران انداختم. بعدشم برای اینکه به دردسر نیفتم نرفتم بگیرمش. آخ پسرم. چه میدونستم مادر؟ چی کار کنم؟ یعنی برم اون رستوران؟ به نظر من باید صاحب کارتو پیدا کنی.
راستی میدونین اگه افه نبود هیچ کدوم اینا یادم نمیومد. واسه همین هر چی میخوای بگو. فوتبال بازی کنیم دیگه. باشه، عصری بازی میکنیم، قول میدم. ولی الان باید برم. من رفتم. پسرم، مدتی که فکرم مشغوله. چند روز پیش که احمد اومده بود جریانو برام گفت. خودت میدونه که کمال سیاهو تو این راه انداخته. پسرم مبادا کارش داشته باشی. من دیگه چی کار میتونم با کمال سیاه داشته باشم؟ خیالت راحت باشه مادر، حواسم هست. خب دیگه، خداحافظ. مراد خونه است؟ سونا دخترم خوش اومده. مراد خونه است یا نه؟ نه رفتش. علمگوهای من چی شد ملک خانم؟ شما هم دیگه شدین این پسرتون؟ منظورت چیه؟ حداقل قبلا شما از حق من دفاع میکردین، حالا چی شد؟ دخترم اگه تو وضعمونو درک کنی ما هم درک میکنیم. مثل اینکه از شرایط مراد خبر نداری. پس شرایط من چی؟ این همه بدبختی که کشیدم بس نبود؟ میخوام واسه خودم کار کنم، علنگوامو لازم دارم. گفتی تونجای مرد، آره؟ بله جناب کمیسر. کدوم کلانتری کار میکنه؟ یعنی اگه امکانش هست بگین. امکانش هست. با اون کارت شناسایی کار دیگه هم کردی؟ والا نه جناب کمیسر، یه شام، فقط همین. بگیر، این آدرس کلانتریه. البته کار خوبی نکردی، اصلا کار خوبی نکردی. با اجازهتون جناب کمیسر. تشکر. یعنی دیگه باید بدوم دنبالت؟ چیه؟ میخواستی چی باشه؟ پولمو بده. نمیتونم بدم. یعنی چی که نمیتونی بدی؟ باید بدی. هر کار میخوای بکن، پول منو بده. دارم دنبال کار میگردم سونا، به محض اینکه پیدا کنم پول علنگواتو میدم. باشه؟ کاری به اون خوبی داشتی، چی شد؟ دادیش به اون عوضی. ای بابا، به اون بیچاره توهین نکن. حق قانونیش بود. میخواستی چی کار کنم؟ احمد آدم قابل اعتمادی نیست. مغازه رو صاحب شدن. هر روز یه سری آدم لاابالی تو محل میرن و میان. مثلا اونجا امانت بود. چه آدم قابل اعتمادی. برو آقا مراد. حتی نتونستی مراقب یه مغازه باشی، حالا مزاحم تمام اهل محل میشن. همش هم تقصیر توه. جناب کمیسر. بله. کمیسر آسم سلام رسوندن. بفرمایید بشینید. ممنون. زیاد مزاحم وقتتون نمیشم. کمیسر من دنبال تونجای مرت میگردم. تونجای مرت رو چی کار داری؟ یه طلبی از من داشت، برای همین دنبالش میگردم. از کجا میشناسیش؟ راستش شخصا نمیشناسمشون. بی خیال رفیق، نمیخواد وقتتو تلف کنی. اون مرده. چی؟ چطور؟ مرده، از دستش راحت شدیم. چی میگین جناب کمیسر؟ چرا همچین حرفی میزنین؟ دیگه کارت نباشه. وقتی این حرفو میزنم حتما یه چیزی میدونم دیگه. البته درسته، ولی تونجای تو زرد از آب در اومد. با دزداد دست به یکی شد. توی سرقت بزرگم دست داشت. متاسفانه از شغلش سوء استفاده کرد. ما از همچین پلیسایی متنفریم. یعنی هیچ کس خوشش نمیاد. ناراحت شدم، ولی بهش بدهکار بودم. چجوری میتونم طلبشو بدم؟ بهتره تو اون دنیا به فکر طلبه و بدهیاش باشه. خب دیگه بیشتر از این وقت منو نگیر.
خب خانواده‌ای داره جناب کمیسر؟ برو از بچه‌ها آدرسشو بگیر. از طرف منم به آسم سلام برسون. چشم. ممنون. خسته نباشین. جناب کمیسر گفتم میتونم آدرس تونجای مرتو از شما بگیرم. البته. برای شما هم دردسر درست کرده؟ خوبه. جون سالم به در بردی. بیا اینم آدرسش. خب دیگه. خداحافظ. ممنون. سلام، ببخشید من دنبال این آدرس و خانم هالمرت هستم. زن اون پلیس حقه بازو میگی؟ طرف مرده. میدونم بله، ولی من با همسرش کار دارم. ما کاری با اون حقه بازا نداریم. برو از کسی دیگه بپرس. برو. سلام علیکم. سلام. من دنبال این آدرس بودم پیداش نمی‌کنم. میخوای چیکار؟ سر تورم کلا گذاشتم. برمیاد. از اون تونجایی که با دزدا دست به یکی شد همه چی برمیاد. آدرسو بلدین یا نه؟ بلدم. خونه یه طبقه‌ای که اون پایین سر نبشه. ببینم حالا که داری میری بگو بیام طلب منم بدن. هرچند که نمیدم. سلام خانم. با حال خانم کار داشتم. بفرمایید. اگه فرصت دارین میخواستم راجع به مسئله باهاتون صحبت کنم. نمیتونم تعارف کنم بیاین تو. همینطوریش هم منو تحت نظر دارن تا برام حرف در بیارن. اهل محل رو میگم. به هر حال بفرمایین حرفتون رو گوش میکنم. اومده بودم راجع به شوهرتون صحبت کنم. بهش یه بدهی داشتم. تونجای مرد. شنیدم. تو کلانتری بهم گفتن، تسلیت میگم. ممنون. چیز دیگه هم گفتن؟ خجالت نکشین، من دیگه عادت کردم. به هر حال چه بدهی؟ اونطوری که فکر میکنه نیست. یه زمانی یه اشتباهی در حقش کردم. اصلا بهتون چیزی راجع به گم شدن کارت شناساییشون گفته بودن؟ خب بهتره بیاین تو. جریان از این قرار بود. من اون موقع آدمی بودم که به عاقبت کاراش فکر نمی کرد. یعنی اون شب کارت شناساییتون جای انداختین اونجا و نرفتین دنبالش، درست میگم؟ برای چی پرسیدین؟ زندگی شوهرمو سیاه کردین آقا مراد. هم زندگی شوهرم، هم من، هم دخترم. شبی رو که میگین اسمتون جای توی سرقت برده شد. شاهدین شهادت دادن اونم در محل حادثه حضور داشته. گویا اون اجازه سرقت رو داده. کارت شناساییش تو محل سرقت پیدا شد. هر چی گفت کارت شناساییش رو گم کرده باور نکردن. خواستن اونو از کار برکنار کنن. به خاطر همین خیلی عذابمون دادن. تو کلانتری، تو محل، تو بازار. خب مجرمین اصلی چی؟ میگفت بالاخره پیداشون میکنه، دنبالشون بود. ولی توی حادثه مرد و رفت. من میدونستم تو اون جای بیگناهه، فقط من باورش داشتم، ولی کافی نبود. من نمیدونم چی بگم. جدا نمیدونم.
کاری است که بتونم واسه شما بکنم؟ چجوری میخواین تحقیر این همه سال تلافی کنین؟ خاک سپاری بدون مراسم و تهمت به خیانت شوهرم چی میشه؟ ولی باید یه راهی داشته باشه. لطفاً اجازه بدین کمکتون کنم. بدبختی هایی که دخترم کشیده چی میشه؟ دخترتون؟ بله، دخترم عایشه سال آخر دبیرستانه. اون تو دنیای دیگه ای زندگی میکنه، حتی دیگه با منم درست حسابی حرف نمیزنه. شبا گاهی اوقات میاد خونه، گاهی اوقات تو خوابگاه میمونه، مثل اینکه جدیدن میره سر کار. نمیدونم چی بگم. شما با دزدیدن کارت شناسایی شوهرم در اون زمان یه شام خوردین، ولی حالا هر وعده باید برای من زهر مار بشه. میبینم خدافظ. آیشه، شما آیشه مرت هستین درسته؟ خودمم. آیشه سلام، اسم من مراده. مادرت گفت میتونم اینجا پیدات کنم. مادرم چیزی شده؟ نه چیزی نشده. حال مادرت خوبه. میشه باهات یه کمی صحبت کنم؟ در چه رابطه ای؟ پدرت. معذرت میخوام، نمیخوام راجع به اون صحبت کنم. آیشه یه دقیقه حرفمو گوش کن. میخوام بگم پدرت بیگناهه. من مقصر تمام این اتفاقاتم. حالا مادرم شما رو واسطه کرده؟ ببینید هر کی هستین با این کارتون در حق مادرم بدی میکنین. هر چه زودتر حقیقت رو قبول کنه به نفعشه. اون مرد خیلی بدی کرده، همین. ولی حقیقت اونطوری نیست که تو فکر میکنی. من خوب میدونم حقیقت چیه. حقیقت اینه که زندگی من خراب شده. همینطور که میبینی هنوز دبیرستانی هستم، ولی مجبورم برای زندگیم کار کنم. تمام این چیزا هدیه اون مرد به منه. حالا دیگه باید برم آقا. ببین ساعت چند شد باز نیومدی دخترم. این موقع شب کار میکنی؟ کجایی؟ شبا تو خوابگاه سردت میشه دخترم. به هر حال دیگه از این به بعد سردت نمیشه. دختر خوشگلم، عایشه من عزیزم. با کارت شناسایی اون پلیس دزدی کردن. ولی ربطی به من نداره مادر. اگه بود که از شما پنهان نمی کردم. یه عده واسش تله گذاشتم. زنش خیلی پریشونه. این دفعه دیگه امکان نداره بتونم از پسش بر بیام. تو هر کاری از دستت برمیاد انجام بده. خدا کریمه. اگه بخواد همه کارا رو به راه میشه. بله درسته. ولی اشکال کار اینجاست که اون طرف مرده. حالا من چی کار میتونم بکنم؟ اون مرده؟ بله مرده. توی حادثه. آه نکش مراد. خدا از شکایت کردن خوشش نمیاد. باشه مادر، حق با شماست. مراد کار چی شد پسرم؟ دنبالشم. دستمون تنگه؟ یک کم. نگران نشو، ولی بهتره بیشتر دنبالش باشی. هر چقدر زودتر کار پیدا کنی بهتره پسرم. زود باش امضا کن مردک. یه هفته از کارمون رو لنگ گذاشتی. امضا کن دیگه، امضا کن تموم شه. ولی اگه من اینو امضا کنم مغازه مال شما میشه. پسر این عجب عاقله با. نه امضا نمی کنم. بشین. داری عصبانی میکنی احمد آقا؟ من بیشتر عصبانیم. میدونی معنی چیه دیگه؟ یه روز مهلت داری. یا فردا این موقع امضا میکنی یا این کار تموم میشه یا کار تو تمومه.
عصر خیر. چه خیری بابا چه خیری؟ چی؟ تمام این درد سرا رو تو واسم درست کردی. اگه این نون باید از پدر بزرگم نمیگرفتی منم مجبور نمیشدم با این آدمو طرف شم. چه ربطی داره برادر احمد؟ بیل بازی نکن مراد، ول کن. اینم آدمای عاطل و باطلی مثل تو هن. چون زورشون به تو نمیرسی اومدن سراغ من. این همش تقصیر توه مراد، تقصیر تو. از کجا منو؟ اصلا شاید تو اینا رو فرستادی سراغ من. از دست تو چی کار کنم؟ نه مهم نیست. اصلا چون سابقه داری استخدامت میکنم. خودت میدونی چجوری دزدی میکنم. واسه همینم حواست جمع. ولی اگر یه وقت خودت بخوای خطایی بکنی نمیبخشمت. باشه اوستان، نگران نباش. خیلی خوب باشه، فردا بیا شروع کن. فعلا خداحافظ. خداحافظ. تاکسی وایسا وایسا وایسا. داره کجا میره؟ خدایا خودت کمک کن. چی کار کنم؟ نه نباید منصرف بشی. نباید. خودت این مشکل رو به وجود آوردی، خودت هم باید حلش کنی. بفرمایید. ببخشید با آیشه کار داشتم. خونه است؟ آیشه؟ پس قرار بود که دوستت نیان اینجا. حالا چجوری بهت اعتماد کنیم و بریم بیرون؟ خیلی عذر میخوام فیلینز خانم. منم غافلگیر شدم. واقعا عذر میخوام. دیگه پیش نمیاد. اصلا پیش نمیاد. قبلا هم پیش نیومده بود. لطفا منو ببخشید. تو اینجا چی کار داری؟ کی گفته دنبالم کنی؟ میخوای کارم از دست بدم؟ عذر میخوام. چجوری پیدام کردی؟ تعقیبم کردی؟ بله 2 روزه که دنبالت میام. بی تربیت. فکر کردی من کی هستم؟ کی هستم؟ من به فکر مراقبت از بچه‌ای هستم که پدر مادرشون سر کارن. اون وقت تو چه فکری هستی؟ واقعا که بدذاتی. حالا از اینجا برو. دیگه نمیخوام ببینمت. گم شو برو. افه بس دیگه. بس نیست. تو عمو مراد بیاد اینجا منتظر میمونم. بهم قول داده مامانی. پسرم روزا که تموم نشده، فردا بازی میکنی؟ نمیشه. قرار بود دیروز بازی کنیم. دیروز. دیشب که اومدم خواب بودی. خب بیدارم میکردی. آخه دلم نیومد. بیا حالا بازی کنیم. باشه
باشه بازی کنی. باشه بیا. مراد وای خدای من. حالا میبینی مراد. احمد آقا بازمو ببین. احمد آقا چی شده؟ اینا همش تقصیر توه. همش تقصیر توه. داداش کار تمومه. از طرف امسا رو گرفتیم. آفرین حکمت. مفتی مغازه دیگه صاحب شده. ولی طرف یه وقت نره سراغ پلیس. نه بابا داداش، طرف خیلی ترسوه. پسر این آدم را کجا گیر میاری؟ خب دیگه ما کارمونو بلدیم داداش. بعد جوری کتکش زدن. خوشبختانه جایش نشکسته. آخ تقصیر منه. چه ربطی داره؟ اونا دیوونن. میخوان به زور مغازش از دستش بگیرن. دزدن دیگه. بله، یعنی مثل من. نه مراد، نه مثل تو، مثل سابق تو. فکر میکنم میشناسمشون. آدمای کمال سیاهن. عجب اسمایی. کمال سیاه دیگه کیه؟ به منم میگفتم مراد دیوونه. جاهایی میرفتم که هیچ کس نمیتونست بره تو ارتفاعات. داری به خودت افتخار میکنی؟ سلام. سلام. به باز مراد یالنیز و یه حادثه. این دفعه کاملا تصادفیه قربان. عجب تصادفی جالبی. من شیفتم، دخترم شیفته، یه نفر کتک میخوره تا اینجایی. ای بابا زندگی پر از اتفاقه دیگه جناب کمیسر. اون یارو حسابی از حال رفته. بله پدر، تا صبح بیدار نمیشه. پس دخترم چی گفتی من بیام ها؟ قبل از اینکه از حال بره میخواست گزارش بده قربان، ولی آشه صبح یکی از بچه‌ها رو میفرستم با اون گزارش بده. در حال من رفتم دخترم. خدا جناب کمیسر چیه؟ میخواستم باتون یه مشورتی بکنم. اگه من برم اعتراف کنم بگم کارت شناساییشو من دزدیده بودم و کمیسر بیگناهه. آخه پسرم چجوری میخوای ثابت کنی که حقیقت رو میگی؟ مگه مدرکی داری؟ نداری که. ندارم، ولی انشالله پیدا میکنم و ثابت میکنم. خواهش میکنم این لطفو در حقم بکنین. پسرم اون کمیسری که تو رو فرستاده بودم پیشش بعد از رفتن تو تماس گرفت. یکم صحبت کردیم. تونجایمت همچین آدم خوشنامی هم نبود. بهتره کاری به این کارا نداشته باشی. اگه بتونم نگاهی به پرونده بندازم شاید بتونم یه چیزی پیدا کنم. چه میدونم، شاید کسایی بهش تهمت زده باشن، شاید بعضی سوء استفاده کرده باشن. نه بابا چی داره میگه پسر؟ فکر میکنی من میام پرونده‌های سری رو میدم دست تو؟ بس با هم ببینیم. پای زندگی یه دختر جوون در میونه کمیسر. نمیدونم از دست تو چی کار کنم. باشه را بیافت بریم. برو صبر شو. واسه چی میخندی؟ میدونی چیه کمیسر؟ قبلا خیلی سوار این ماشین شدم، ولی واسه اولین باره که دستم نیست. چه بامزه. گزارش سرقت در محله چاملیجا. نزدیکترین واحد سریعاً به محل حادثه. متوجه شدم 76. بریم محل حادثه. زود باش بریم پسر. تا اینجا پیاده شو. اجازه بده منم بیام قربان. شاید بتونم کمکی بکنم. هر کاری میگم بکن پسر. هر طور شما بگین قربان. ولی من آدرس بلدم ها. حرکت کن. خوب گشتین دیگه. خیلی خوب دیگه گریه نکن. چطور گریه نکنم؟ خیلی ترسیدم. از پشت صدایی شنیدم. نفهمیدم چجوری بچه رو بردارم اما برم تو همون قایم بشم. حالا خدا رو شکر چیزی نشده. یکم پول برداشتن و رفتن. خیلی چیزا دزدیدم. ای همچین معلومه صاحبخونه خیلی پولدار بوده. آره همینطوره، ولی دیگه با چه روی تو روشون نگاه کنم؟ اینطور فکر نکن. تو جون بچه‌شون رو نجات دادی دیگه چی باید بخوان؟
ولی پولاشون به سرقت رفته، آبروم رفت دیگه، بهم کار نمیدن. نگران نباش، خودم برات کار جور میکنم. جدی میگی؟ اگه خدا بخواد. ببین دخترم، میدونم الان خسته یا خیلی ترسیدی، ولی باید فردا بیای اداره پلیس گزارش بدی. البته جناب کمیسر. میای دیگه نه؟ ببین ما را دوچار مشکل نکن باشه. نه البته که میاد جناب کمیسر، من ضامنشم. تازه عایشه دختره یه پلیسه، برای همین این چیزا رو خیلی خوب میدونه. پس به توافق رسیدیم، فردا میبینمت باشه؟ بیا برسونمت خونه. چی؟ خونه؟ نمیشه. مادرم فکر میکنه هنوز سر کارم، میترسم از نگرانی از بین بره تا صبح سوال پیچم میکنه. پس باید بریم پیش یه مادر دیگه. بیا.